همراهان عزیز اکسولوژی آنلاین، سلام. امروز اومدیم با آموزش انتقال دیتاها به جدول بالا. همونجوری که در جدول بالا میبینید ماها در قسمت بالا قید شده و در قسمت عمود جدول آیتم های غذایی. به عنوان مثال ما میخوایم برگر اردیبهشت ماه رو ببینیم چند تا بوده، وارد میکنیم در جدول 12. فروردین ماه هم به همین صورت 12. خب همونجوری که میبینید این کار رو برای ما سخت میکنه بخوایم به صورت دونه به دونه وارد جدول بکنیم. پس جدول رو میایم سلکت میکنیم، از قسمت بالا دیتا رو انتخاب میکنیم، کانسولیدیت رو انتخاب میکنیم، یک جدول به ما نشون میده. ما به صورت دونه به دونه آیتم ها رو سلکت میکنیم و اد میکنیم. خب اردیبهشت ماه اد، فروردین هم به همین صورت و تیر ماه هم به همین صورت. در نظر داشته باشین قبل از اینکه دکمه اوکی رو وارد بکنیم یوز لبل ها رو حتما فعال بکنیم و بعدش دکمه اوکی رو بزنیم. میبینیم که تمام دیتا های ما در جدول نشسته. مرسی که ما رو حمایت میکنید. لایک و فالو فراموش نشه. خیلی ممنون.